روز بخیر بینندگان عزیز، در سرخط خبرهای امروزه اینها را داریم. در روسیه مهاجران تاجیک زن و زنی کردند. در دوره حکومت طالبان انتقال مواد مخدر به تاجیکستان زیاد شده است. رهبری روحانی ایران پوتین را برای عملیات اوکراین وصف کرده است. در درواز 2 کودک غرق شده است و وزارت معارف گفته است که صدها دانشجو با اختیار خود به ارتش رفتند. من مومین احمدی با شما هستم. بینندگان عزیز، شما احساس کردید که گرمی هوا اندک امروز پایان رفته است یا نه؟ چون اداره آب و هواشناسی گفته است که در مقایسه با 2 روز پیش حرارت هوا 3-4 درجه پایین‌تر شده است. با گفته این اداره حالا در شهر و نواحی گوناگون کشور حرارت هوا روز 20 ایول از 39 تا 44 درجه است. البته این حرارت بلند است، ولی روز گذشته حرارت رو تا 48 درجه گرم گفته بودند. به هر حال آژانسی آب و هواشناسی گفته است که روزهای دیگر نیز هوا گرمتر خواهد بود. در دوره حکمرانی طالبان انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان افزایش یافته است. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان 19 ایول در نشست مطبوعاتیش گفت طالبان وعده داده بودند که پیش راه استحصال مواد مخدر در این کشور را میگیرند، ولی حالا نتیجه برعکس به نظر می رسد. او گفت در قیاس به سال گذشته امسال انتقال مواد مخدر از افغانستان بیشتر کشف شده است. طالبان ماه آگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند. آنها گفتند افغانستان را امارت اسلامی می سازند و کشت و فروش این مواد مخدر در این کشور را از بین می برند. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای از ولادیمیر پوتین و جنگ روسیه در اوکراین شدیداً پشتیبانی نموده کشورهای غربی را با مخالفت بر روسیه مستقل و نیرومند متهم کردند. با قول او اگر پوتین به اوکراین نیرو نمی‌فرستاد، روسیه بعداً با حمله پیمان ناتو مواجه می‌گشت. این اظهارات رهبر روحانی ایران به سخنان پوتین شباهت دارد که همچون بهانه به تجاوز اوکراین در تاریخ 24 فوریه استفاده شده است. سامانه رهبر روحانی ایران می‌نویسد که 2 رهبر 19 ایول در تهران واخوردند. خامنه‌ای به تحکیم روابط دراز مدت 2 کشور اشاره نموده تأکید کرده است که تمام سازش‌ها در ساحه نفت و گاز باید پررا اجرا شوند. قصر سفید یادآور شده است که سفر پوتین به تهران اولین زیارت رهبر روسیه به بیرون از قلمرو سابق اتحاد شوروی از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده. شهادتی در این زیوا قرار داشتن کرمل است. روز 19 ایول در تهران پوتین همچنان با پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی و رهبر ترکیه رجب طیب اردوغان دیدار و گفتگو داشت. پوتین از تلاش‌های اردوغان برای پیشبرد مذاکرات در مسئله تنظیم صادرات گندم اوکراین قدردانی کرد. رسانه‌های خبری روسیه اطلاع می‌دهند که در نزدیکی متروی نکراسوی شهر مسکو مهاجران زن و زنی کردند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است دیده می‌شود که 2 گروه با هم مشت‌زنی دارند. در نوار همچنان شنیده می‌شود که گروهی از مهاجران با زبان تاجیکی و گروه دیگر با زبان روسی فریاد می‌کشند. سبب این مناقشه و کی بودن آنهایی که در زن و زنی اشتراک دارند معلوم نیست. مقامات گفتند که از رخ دادن چنین حادثه با آنها کسی خبر نداده است و درباره آن نمی‌دانند. اخیراً روسیه مجازات مهاجران شریک در زن و زنی‌های دسته‌جمعی را شدیدتر کرد، اما هنوز هم در این کشور زود میان قوم و ملت‌های گوناگون زن و زنی رخ می‌دهد. هفته گذشته دادگاه مسکو 1 تاجیک را 2 سال و 1 زاده چچنستان را برای تشکیل زن و زنی گروهی به 1.5 سال زندان محکوم کرده بود. وزارت معارف تاجیکستان گفته است که صدها نفر پس از ختم دانشگاه و دانشکده‌ها به ارتش رفتند. با گفته مقامات اکثر آنها رشته حقوق شناسی را ختم کردند و آینده احتمال نیتی در ساختارهای حفظ حقوق و نظامی کار کردن می‌خواهند. در این میان سال گذشته پیوندان ده‌ها دانشجو از ابله شدن نزدیکانشان شکایت کرده بودند. در این باره گزارش دارم که 3 ساعت پس در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. دادگاه عالی تاجیکستان خبر داده است که از اول سال بیش از 10,000 پدر و مادر را برای رعایت نکردن قانون درباره تربیت فرزند جزا داده است. به گفته دادگاه عالی به بیش از 3,000 والدین
آگاهی داده شده است که دیگر تکرار نکنند و بیش از 5,500 والدین را زیاده از 1 میلیون سومانی جریمه کردند. قانونی بحث برانگیز مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند 12 سال پیش قبول شد. این قانون از زمان قبولش تا امروز با تنقیدهای سخت حامیان حقوق روبرو شده است که میگویند دولت تاجیکستان به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. خانواده در درواز 10 روز باز جسد 2 فرزند 8 و 10 ساله خود را جستجو دارند. برادران بیلال و محمد جان روز 10 ایول در دریای پنج در قلعه خنب غرق شدند و جستجوی والدان و ساکنان ناحیه برای دریافت جسد آنها بی‌نتیجه بوده است. ادیبه ایشان و مادر 2 نورس غرق شده میگوید آن روز آنها در ساحل دریا بازی میکردند و پسر خردسالش به آب افتیده و برادر کلانتر میخواهد او را نجات دهد، اما هر دو غرق می شوند. پدر نورسان از روسیه برگشته و حالا با ساکنان و نمایندگان مقامات ناحیه جسد فرزندشان را جستجو دارند. چند پیش رادیو آزادی از فوت 2 خواهر در دوشنبه خبر داده بود که پدرشان بعد جستجوهای زیاد توانست جسد هر 2 دختر غرق شدهاش را پیدا کند. فیلم برتن یا برادر بختیار خداینظرف کارگردان شناخته تاجیک به بخش تاریخی کینوفستیوال ونیتسیا در ایتالیا راه یافته است. این فیلم سال 1991 نوربرداری شده است. مسئولان برگزاری کینوفستیوال گفتند که این فیلم در برابر 18 فیلم بهترین قدیمی از ژاپن، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و دیگر کشورها انتخاب شده است. بختیار خداینظرف سال 2015 در سن 50 سالگی بر اثر بیماری در آلمان درگذشت. امروز 20 ایول بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 172 سومانی و 50 دیرم معین کرده است. 1 دلار آمریکایی به 10 سومانی و 34 دیرم برابر شد. بانک ملی امروز 1 یورو را به 10 سومانی و 58 دیرم مبادله خواهد کرد. این معلومات درباره قرب رسمی اسعار خارجی است. در بانک‌های تجارتی ممکن است قرب روبل و دلار و یورو فرق کند. سپاس از شما بیننده عزیز. برای همراهی سرخط خبرها رو به پایان میبریم، اما بعد 3 ساعت دیگر با خبر و گزارش‌های نو در برنامه اخباری آزادی به صحبت شما برمیگردیم. خدا نگهدار.